تشکیلات جمعیتی جمهوریوی دفتر آزادی‌های شهروندی 2 ماه باز با یک مراجعت از ساکنان و خیرکاران خواسته است که به سازمان کمک مالی رسانند. به گفته آنها این احسانکاری میتواند آینده جوانان و سازمان‌های ابتدایی را در تاجیکستان روشن سازد و کار صدها مراجعت کننده را آسان نماید. اگر این مبلغ را سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی به دست آورده نتواند، فعالیت خود را در شهر دوشنبه اختصار می‌نماید و یا برهم می‌دهد. زیرا به ادعای مسئولان آن توان پرداخت مبلغ را به اجاره بینای فراخ برای فعالیت آزاد و گشاد ندارد. تشکیلات از بس که موقع جمعیتی دارد، طبق نشان داد مالکیت آن از جمله بنا هم خصوصیت جمعیتی را کسب خواهد کرد. برای یک تشکیلات جمعیتی که غیر تجارتی است و اکثریت خدمترسانی خود را برای جامعه رایگان می‌رساند، خریداری این بنا این خیلی مشکل است. با اجاره گرفتن با نرخ و نوای دوشنبه خیلی مشکل است، زیرا گران است. این از بودجه ماهانه ما دیده بودجه ماهانه اجاره ما قریب 2 مرتبه زیادتر می‌ایستد. برای همین ما حرکت کرده ایستادیم که یگان بینای خریداری کنیم و فعالیت ما در شهر دوشنبه دوام یابد. دلرباز صمد و مدیر این سازمان میگوید برای تشکیل کردن فضای باز، اتاقهای کاری برای جوانان، درس‌آموزی و دیگر جمع آمد و بحث‌ها، بینای عبارت از 300 متر مربع لازم است که با نرخ بازار دوشنبه برابر به 3 میلیون سامانی میباشد. تا حال حدود 90,000 سامانی را جمع آورده توانستند. تشکیلات ماه اکتبر سال 2013 در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از قید دولتی گذشته و تا این دم مبلغ اجاره‌اش را از حساب سرمایه‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی پرداخت می‌کرده است. اما حالا به گفته آنها دریافت مبلغ از چنین سازمان‌ها مشکل شده است. این یک چند سبب دارد. یکی از سبب‌هاش همین است که دولت‌ها تاجیکستان سخن کنیم، اگر تاجیکستان مثلا از کشوری کم بضاعت کمبغل البته به کشوری ترقی یافته گذشته است، حالت مالیویش بهتر شده ایستاده است. از دیگر طرف بسیاری دونورها از تاجیکستان از مبلغ گذاری دست کشیده ایستادند، زیرا می‌حسابند که حالت حقوق انسان سال از سال بدتر شده ایستاده است و مبلغ گذاری آنها دستگیری آنها یک فایده به دست نمی‌آورد. برای همین بهتر می شود که مبلغ گذاری را به دیگر کشورهای جهان صرف نمایند. به گفته مسئولانش طول بیش از 10 سال فعالیت سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی بیش از 5000 جوانان آموزش یافته تشبس‌های خویش را عملی ساختند. در ترینینگ های سازمان بیش از 8000 نفر شهروندان کسب و کاری گوناگون ملکه خویش را صیقل داده و زیر نظر این سازمان بیش از 20 عدد تشکیلات و فاندهای تشبسکار تأسیس یافته، زیاده از 15 نمود فعالیت صاحبکاری به راه مانده شده است. از حساب رضاکاران و فعالان دفتر آزادی‌های شهروندی حدود 200 نفر جوانان در دانشگاه‌های خارجی پی تحصیل هستند. اینچنین سازمان به بیش از 3000 تشکیلات و سازمان‌ها کمک حقوقی و فنی رسانیده است که در روند کار به مشکل دچار نگردند. فعلا در شهر دوشنبه و خوجند بینای کاری خود را دارد که در آن اطراف 30 نفر متخصصان فعالیت دارند. خدمت رسانی، حقوقشناس و طبیب، روانشناس و محاسب به طریق رایگان در این مرکز به راه مانده شده است. به مشکل مالی دچار شدن سازمان جوانان هیئت آن را نگران ساخته است. اگر دفتر آزادی شهروندی نمی بود، همچون یک جوان وقتی خود را در کوچه بیهوده صرف می‌نمود. من درباره فایده‌هایی که از این سازمان دریافتم چنین گفتنی هستم. درباره درک و فهمیش همسالان خود خوب آگاهی یافتم و غایه‌های نو را کشف نمودم. اگر این سازمان کار خود را در منطقه ما قطع کند، ما جوانان از مسائل وابسته به حیات و محیط زیست بی‌خبر می‌مانیم. من 2 سال باز با این سازمان همکاری دارم و برتریه که در کار خود کسب کردم این وسیع کردن جهانبینی نسبت اطرافیان است. آدمانی که مرا در این سازمان احاطه کردند برای قله بلند را فتح کردند برایم نیرو میبخشند. اگر این سازمان نمی بود جوانان از حقوق خود کمتر آگاهی پیدا میکردند و معرفت حقوقیشان پست میگردید. نیلوفر رحمت‌الله و 6 سال باز کار و فعالیت خود را با سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی پیوسته است. در اول همچون رضاکار به اداره سازمان می آمد و از سال 2020 همچون متخصص فناوری‌های نوین کار می کند. یکی از
بهترین چیزهایی که در OGS است من همین چیز رو مشاهده کردم در OGS وقتی که شما به کار می‌بیایید این تشکیلات نگاه نمی‌کند که شما مثلا فعالیت خود را یعنی گویم اوپت ساحه کاری دارید یا نه نگاه نمی‌کنند از همین جهت یکی از پیشروی OGS همچون متخصص برای من همینش است که همه جوانان رو دستگیری میکنند. مثل نیلوفر در سازمان تیمور شریپوف نیز راه و روش کاری خود را پیدا کرده و چندین تشبس‌های خود را عملی نموده است. Волонтером я очень хотел дебатный клуб открыть, так как не было у нас в Худжанде русскоязычных дебатных клубов. من خیلی می‌خواستم دسته مباحثه‌وی جوانان را با زبان روسی فعال گردانم. آن وقت چنین دسته‌ها در شهر خوجند نبود و این تشبس مرا دفتر آزادی‌های شهروندی دستگیری کرد. این به من نیرو بخشید و بعداً دیگر تشبس‌های خود را عملی ساختم. И в 2019 году я стал сотрудником. مسئولان این سازمان تقاضا دارند که در چنین حالت دولت برایشان کمک نماید. به گفته آنها در صورت کمتر شدن سرمایه‌گذارهای بین‌المللی به چنین تشکیلات‌ها دولت نیز بی‌اعتنایی کند آنگاه سازمان‌های جمعیتی از بین می‌روند. به پیشنهاد اعضایان سازمان در آینده وکیلان پارلمان باید قانون به تجارت مشغول بودن یا فعالیت صاحبکاری اجتماعی چنین تشکیلات‌های جمعیتی را آموزد و به آن اجازه داده شود. این تشکیلات اساساً به جوانان در صف ارتش آسیب دیده و یا در حالت جلب به عسکری زیان جسمانی و روانی دیده کمک می‌کند. در آیین‌نامه تشکیلات نوشته شده است که مقصد اساسی آن این حفظ و پیشبرد حقوق‌های شهروندی و سیاسی انسان، حفظ و پیشبرد حقوق‌های دعوت شوندگان و خدمتچیان حربی، تحکیم نظارت شهروندی از بالای قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و امثال اینهاست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.